مرواری، نوشته صادق هدایت. فایل 8. آوایبوک.wordpress.com. طبل و دهل زدند و رجز خواندند. همچنین این سخنرانی محیرالعقول را به وسیله رادیو و روزنامه‌های مرتجع به اطلاع مردمان سوی دریاها رسانیدند. اما کسی گوشش به این چرندیات بدهکار نبود، زیرا مدتی بود که زنهای یائسه به وسیله بلیط‌های بخت آزمایی پولهای پسنداز خود را روی هم گذاشته و به توسط سازمان خدمات انفرادی و بنگاه نیکوکاری ناقوس بزرگی خریده و بدین مناسبت جشن باشکوهی برپا کرده بودند تا ناقوس را به گردن قانون آویزان کنند و میان فقرا مربای شقاقل و ماهی سقنقور مجانی توزیع می‌نمودند و دور قانون را گرفته بودند و با حرص و ولع عجیبی مشغول لهو و لعب و سحق و ملامسه و غمزه و کرشمه و لاس زدن با دونجوان‌ها و خوندن کتاب ویس و رامین و الفیه و شلفیه و کاماسوترا بودند. ضمناً بیانیه بیت الله هم که راجع به تحریم استعمال جنگی قانون بود اعلام نموده و مشغول جمع‌آوری امضا بودند. این شد که محل سگ به فرمان جهان مطاع شاهنشاه جوانبختشان نگذاشتند. از طرف دیگر واسکو دو گاما این مثل حکیمانه را از اهالی جزیره شنیده بود و آویزه گوش و هوش ساخته بود که سگ که می‌خواهد استخوان بخورد به زیر دمش نگاه می‌کند. از این رو نمی‌خواست بیگدار به آب بزنه و به هندوستان حمله بکند. وانگهی تنپرور و عیاش شده بود و شکمش گوشت نو آورده بود. به خودش گفت سری که درد نمی‌کنه بی خود دستمال نمی‌بندن. چند کیسه مروارید غلطان از آببازان بحر عمان گرفت و برای شاهنشاه محبوب و عظیم الشأن خود فرستاد تا به این وسیله دست از سر کچلش برداره و جلوی اروتیزش گرفته بشه. دسپرادوس که دید تیرش به سنگ خورده غضب نشست و فرمان داد واسکو دو گاما رو کت بسته و وارونه سوار خر بندری کردند و به صورتش ماست مالیدند و بالکان او رو در بست به لیسبون تحویل دادند و به محض ورود گردنش رو به جرم خیانت به میهن زدند. ولی گویا مانند قرةالعین در موقع بریدن سرش این شعر رو میسروده و میرقصیده: یک دست جام باده و یک دست زلف یار، رقصی چنین میانه میدانم آرزوست. بالاخره آن بزرگوار دعوت حق رو اجابت کرد و شربت شهادت رو چشید و به تقلید شیخ عطار سر بریدش رو برداشته زیر بغل گذاشت و یه شیشکی به ناف میرغضب باشی و قبله عالم پرتغالستان بست و به جابلسا گریخت که در آنجا بقیت عمر را به اطاعت و عبادت قادر متعال به سر برد. آن جناب در تمامی اقسام حکمت بر حکماء اعصار و علماء ادوار رتبه تقدم داشت و در سایر علوم معقول و منقول به قلم جودت طبع و حدت ذهن نقش کمال مهارت بر لوح خاطر نگاشت. از جمله مؤلفاتش 2 جلد کتاب راجع به آداب طهارت که به دستور اداره جاسوسی خاورمیانه پرتغال نگاریده مشهور است و نکات و دقایق آن کتب بر السنه و افواه جمهور علما و فضلا مذکور. دیگر کتاب واسکوت نامه است که در شرح حال خود به رشته تحریر درآورده، یعنی از روزی که قلم پدرش به دوات مادرش آشنا شد تا روزی که روی در نقاب تراب کشید. همچنین از فنون عجیبه و تسخیر جن و نیرنگجات و دعوت کواکب و طلسمات و شعبده و جفر و فن سحر و سیمیا و کیمیا و هیمیا و لیمیا و خاصیت اجسام اراضی و اجرام سماوی وقوف تمام داشت و دعوی میکرد که مرا بر مافی و ضمیر صغیر و کبیر و گرسنه و سیر و برنا و پیر اطلاع است و گاهی بر سماوات عروج می نمایم
و با صانع نجوم و بروج تکلم میکنم. از سرما و گرما متضرر نگشتی و برهنه در میان یخ و برف نشستی. بیت: برهنه به کوی بودی مسکنش، ز سرما و گرما نخستی تنش. و نیز رسالات متعددی در پندیات و هزلیات و اخلاقیات و تقی آلات و کلمات قصار به وی نسبت میدهند که زبان زد خاص و عام است. از جمله معروف است که بعد از آن که گردنش را زدند به عنوان اعتراض این جمله حکیمانه را فرمود: مگر فضای مماتی در همانجا که بودم قطع بود که یک کاره تا لیسبون لنچاره کشم کردید و بعد گردنم را زدید. باری دسپراتوس اسم جزیره هرمز را هم برگردانید و آلبغرق آباد گذاشت و خود آلبغرق را که رشوه زیادی به او داده بود به فرماندهی کل نیروهای پرتغال و خاور دور و نزدیک و میانه گماشت و مقرش را در جزیره هرمز تعیین کرد. سالها گذشت، آلبغرق هم به علت مثل معروف که به خط نسخ بسیار خوش به دیوار دفتر واسکودوگاما نوشته بودند: سگ که میخواهد استخوان بخورد به زیر دمش نگاه میکند، از حمله به هندوستان ترسید و نقشه جنگی واسکودوگاما را در بوته اهمال انداخت. بعد هم این نقشه پشت در پشت به نوه و نتیجه و ندیده اش رسید. وانگهی چون رنگ مشک و زعفران در طی دوران زمان پریده بود، دیگر اثری از نقشه تهاجمی دیده نمیشد. از طرف دیگر همین که پادشاه اندلس دوست مردالینوس پی برد که دسپرادوس پادشاه محبوب و پدر تاجدار ملت دوست و همجوارش به قشون او خنجری از پشت زده و با قانون مرحمتی کریستوف کلم و رزمناو قرتاجنه مشغول کشورگشایی ربع مسکون در آن سوی دریاها می باشد، شبانه با اهالی ناراضی پرتغالستان که در روزنامه‌های دست چپ خوانده بودند پادشاهشان هنوز هند را تسخیر نکرده و دروغی لقب فاتح هند به دمش می‌بندند، دست به یکی شد و تمام خاک پرتغالستان را به طرفة العین از یخه مبارکش پایین انداخت. دسپراتوس فاتح سابق هندوستان و ایران و توران مثل یهودی سرگردان رجوع به اصل کرد و در مستعمراتش که آفتاب بیخوابی به سرش زده بود به عنوان دزد دریایی راهزنی مینمود و با اینکه تمام خزانه و جواهرات سلطنتی و آثار باستانی میهن عزیزش که از وزن سبک و از قیمت سنگین بود بالا کشیده بود، با تخم و ترکش به کارچاخ‌کنی مشغول بود. ضمناً فرط علاقه به میهن مقدسش یک توبره خاک کود گوانای بسیار ممتاز آنجا را با خودش همراه داشت و در موقع احساس درد میهن آن را روی زمین پهن می‌کرد و رویش خرقلت می‌زد. اما چون از فداکاری اخیر وی قدردانی نشد به ورزویفلونگ دچار گردید، در صورتی که گمان میکرد سودا به او غلبه کرده و مبتلا به ساودادوس شده. به همین مناسبت به آهنگ دلخراش تانگوی آرژانتینی نوستالژیا که توی ستار مرحوم میزد میخواند: دسپرا حب وطن گرچه حدیثی است شریف، نتوان مرد به سختی که من اینجا زادم. و آنقدر به دنیا و مافیها اظهار بدبینی میکرد که تکیه کلامش این شعر بود که در بحر مقاربت مخنث مأمون گفته بود: میهنی داریم مانند خلا، ما در او همچون حسین در کربلا. از طرف دیگر کریستوف کلم فاتح گنگه دنیا و مضافات اگرچه توی زندان موش از کونش بلغور میکشید، همین که این خبر به گوشش رسید و به خیانت دسپرادوس پی برد، از ماترک خود روی کله او 777 ریال قیمت گذاشته بود و به این جهت آلبغرق سوم دریا سالار معروفش در به در با تیغ آخته دنبال دسپرادوس میگشت تا سر پادشاه محبوب و عظیم الشأن سابقش را بکند و برای ناخدا کلم در زندان بفرستد
و هر چه زودتر این مبلغ را دریافت دارد. از شما چه پنهان، از برکت قانون به قدری جمعیت جزیره هرمز زیاد شد که اهالی از حیث جا و خوراک و پوشاک، مخصوصاً آب شیرین، در مضیقه افتادند. ناگفته نماند که دزدان دریایی لوزیتانستان ابتدا از همان آب تلخ و شور دریا می‌خوردند و جیک هم نمی‌زدند، فقط به مرض پیوک که در آن زمان رشته می‌نامیدند مبتلا می‌شدند. اما سالها گذشت، کم کم متعین و آریستوکرات و امپریالیست و بورژوا شدند و شهرت دادند که پشت سرشان بگویند پرتغالی ها اصلاً آقازاده و جنتلمن هستند و دیگر آب شور دریا به دهنشان مزه نمی کرد. به علاوه زمانی که هرمزان از جزیره هرمز عقب نشینی متشعشعانه کرد، همه پالایشگاه های آب را منفجر ساخت و همچنین صدور آب شیرین قشم را به این جزیره دوست و همجوار تحریم کرد، به طوری که در اندک زمانی آنجا تبدیل به صحرای کربلا گردید. اما مردم از قانون دل نمی کندند که بروند بی صاحب مانده دیگری را اشغال کنند و چون آذوقه پرتغال آنها از کشورشان نمی رسید، ناگزیر با لیمو عمانی و نارنگی و بادرنج و توسرخ و نارنج و ترنج و بتاوی و دارابی و ترش دبه و تغن صد جو می نمودند. در ضمن جاسوس‌های پرتغالی کشف کردند که در مازندران پرتغال زیاد به هم می رسد. برای تأمین آذوقه به فکرشان رسید این ولایت را به وسیله جنگ اعصاب و جنگ سرد و حتی ولرم پشتوانه مستملکات پرتغال بکنند تا حسابی شکمی از عزا در بیاورند. لذا به شیوه پلوتوکرات ها مشغول انتریک و پروکاسیون شدند. اما چون سوراخ دعا را گم کردند، اول به خیالشان رسید جزیره بحرین را هم تغذیه بکنند. در آن زمان به سعادت سخیف قدیم به این جزیره تهران می گفتند و هنوز اسم قلابی بحرین اختراع نشده بود که رویش بگذارند. این بود که پرتغالی ها شخصی به نام آذرچسنوف ابن بیورالاق، یکی از نواده های پاپ ایرانی الاصل موسوم به اورمزداد را که فارسی را مثل سلمان تازی حرف میزد و معلوم نبود توی اون شلوغی از کجا گیرش آورده بودند و ظاهراً از کاتولیک های دو آتیشه بود، به عنوان نماینده پاپ اعظم به تهران فرستادند. آذرچسنوف ابن بیورالاق به طریق البطارقه که کنیتش ابوالخلج و تخلصش یخلازاده بود، دست بر غذا طبعی روان و ذوقی سرشار داشت و در هنگام فراغت خاطر مقطعات دلچسبی به نظم می سرود. هرچند دیوان اشعارش در سال وبایی دستخوش حریق گردید، معاذا در بعضی از جنگ‌ها این رباعی سوزناک را که در مذلت فقرا سروده و نماینده تجلیات روح کاتولیک منشعانه اوست به نامش ثبت نمودند. والعهد علی الراوی والله اعلم. گر جیب فقیر و داخلش می دیدی، تهیز همه چیز و سوراخش دیدی. در لمس درونش و دیگر وصلهاش، ای کاش عزیزان کمکی می دیدی. ولی با این همه طبع شعر و روح ضعیف نوازی در شکنجه های مذهبی یدی طولا داشت و تکفیر و انگیزاسیون برایش مثل آب خوردن بود. آذرچسنوف ابن بیورالاق قباله مالکیت تمام سواحل خلیج فارس را به خط میخی برجسته به شکل خشت خام به زبان سومری که در حفریات موهنجودارو پیدا کرده بود در میدان ابوالفوارس قرمطی به معرض نمایش گذاشت و دعا کرد که حضرت مسیح در عالم خواب او را مأمور کرده و دستور داده که اهالی جزیره را از شر لوله هنگ که در آن زمان ریغ افزار می نامیدند و همچنین تعزیه و گریه و ختنه و حجاب و مرده پرستی و تکدی و آخوندبازی و قربانی و توجه مخصوص به قبل و دبر و کثافتکاری نجات بدهد. برای پیشرفت مقصود خود ابتدا مقدار متنابهی کاغذ استنجای بسیار اعلا مجانا میان اهالی پخش کرد
تا عادت شنیع کونشویی با آب شور دریا از سرشان بیفتد و به این وسیله ضربت مهلکی از عقب به دین مبین وارد بیاورد. ولکن آببازان از صفحات به تحریک انجمن تبلیغات صهیونیست ملی بحرین که وابسته به یکی از سفارتخانه‌های فخیمه آن زمان بود و بودجه سری دریافت می‌کرد، اعتراض شدید نمودند و در بازار بحرین چلوار بر ضد آذرچسنوف ابن بیورالاغ مهر کردند و برایش پیغام پسخان فرستادند که اگر بخواهد از اینجور کثافتکاری‌ها بکند، صاف و پوسکنده به شاهنشاه اسلام پناه و پدر داجدارمان شکایت خواهیم کرد. آذرچسنوف ابن بیورالاغ از روم نرفت و با آنکه در لباس روحانی بود اما مثل یک فیلد مارشال جواب داد و گفت: فضولی موقوف، مگر من اسمم عبدالکسخرنه است؟ این پنبه را از توی گوشتان بیرون بیاورید. هیچ میدانید اگر خدایی نکرده قانون که لوله‌اش به طرف ممالک محروسه شاهنشاهی است در بکنم، زمین و زمان کن فیکون خواهد شد؟ به جوانی خودتان رحم بکنید. حالا خود دانید، اما من هم اندک مندک و چغندر زردک نیستم که با این حرفا از میدان در بروم. یالا هر کس میخواهد از دست من به پدر تاجدارش چغلی بکند، راه باز است و جاده دراز. آن وقت من هم حاضرم به عنوان سوغات مقداری فشفشه و ترقه و بمب اتمی و هیدروژنی و پاچه خیزک و زنبورک برایش بفرستم تا بداند که سنگ یک من دو من است و سر کارش با من. وانگهی قباله خلیج فارس و مضافاتش پرشالم است. اصلا حرف حساب شما چیست؟ نماینده آببازان که مردی سرتق بود این پا و آن پا کرد و گفت: پس اجازه بفرمایید روی این کاغذها کتاب آسمانی خودمون رو بنویسیم. آذرچسنوف ابن بیورالاغ که متخصص خواندن کتیبه های میخی بود، ناگاه به زبان میخی سره وی را مخاطب قرار داد و فرمود: میخی ارن میخی درت مینه. یعنی به تحقیق و درستی که چنین است و جز این نیست که هرگاه بدین امر رضایت بدهی فبها، وگرنه دستور میمنت ظهور صادر میسازم که همانا از آستانه هم شما را برانند. نماینده آببازان که از این زبان با اطلاع بود مطلب دستگیرش شد، دم خود را روی کولش نهاد و خارج شد. البته آذرچسنوف ابن بیورالاغ گمان میکرد چون شاهنشاه ایران صوفی مشرب است به پیری او رحم میآورد، صفا میکند و شاید یک کشکول و تبرزین و تاج و کمر و تسبیح و شمشیر هندی مرصع هم برایش بفرستد. این بود که چسگرگی پا شد. اما چون یک دنده بود و اهل رشوه و قاب بندی نبود و به این آسونی از میدون در نمی رفت، آلبغرق سوم بعد از اون که با اتحادیه آببازان بحر عمان ساخت و پاخت کرد به او بدبین شد، زیرابش را زد و به عنوان جاسوس ستون پنجم تبعیدش کرد به هند و دیگر کسی نفهمید چه به سرش آمد. اما این شخص با وجود مقام شامخ ادبی روشنفکر مایوس بود و عقیده منسوخ عقب مانده و وازده‌ای داشت، زیرا روز قبل از حرکتش هر چند مخبرین محترم جراید خواستند عکسش را بکشند به این امر تن نداد و نیز یکی از آنها شرح حالش را پرسید، به پاسخ گفت: از وقتی که توی این خلا ترکمانم زدن هنوز مشغول دست و پا زدن هستم، همین. ولکن از شما چه پنهان که آببازان آبزیرکاه میهم پرست که بیانیه بیت اللحم را امضا کرده بودند، زیرا کهنه پرست بودند و میترسیدند در صورتی که جنگ در بگیره با وسیله جدید قانون که به جای بمب اتمی آن زمان بود در یک چشم به هم زدن لت و پار گردند، در صورتی که ترجیح میدادند مثلا با تیر و کمان و یا چماق که به منبرشون کارگر میشد 7 روز زوزه بکشند و بعد هم سگکش بشوند. باری آببازان برای شاهنشاه خودشون خبرچینی کردند. همینقدر سربسته بدانیم که زمان سیبیل علی شاه کبیر بود که از ترس پرتغالی ها پایتخت را از سلطانیه به اصفهان آورده بود. خب دیگر این مطلب شوخی بر نمی داشت. اگر کوتاه می آمد از او باج سیبیل می خواستند،
و به اندک غفلتی جزیره تهران را که پرتغالی ها برای آب شیرینش اجاره کرده بودند درست و حسابی قورت میدادند و آبرویش پیش نمایندگان داخل و خارجه که در دربارش بودند پاک میریخت و دیگر کسی برایش تره هم خورد نمیکرد. سیبیل علی شاه سر غیرت آمد، روی ترش فرمود و یک روز صبح سحر لباس غضب پوشید، بار عام داد و همه سفرای مختار و ایلچی ها رو سیبیل تا سیبیل دزدکی سرشماری کرد و ارتش را که در آن زمان به مناسبت اسم سپاهان سپاه می نامیدند رژه دید و بعد عوض اینکه به ریش توپی خود که روز قبل حنا بسته بود دست بکشد، شاربش را چنگمالی کرد و نطقی به زبان اصفهانی سره ایراد نمود. خوب است خجالتم نمیکشن، انگار که حیار خوردندشون، آبرو رو قی کردندشون. به جون جفت سیبیلام کو دیگه صبری مال ابریز شده است. معلوم نمیشد که این پرتغالی های ریگونه روی زمینی صف نشاشیدندشون. من پوش اندر پشتم از برغلی شاه و بوغلی شاه و دولت علی شاه و صفدر علی شاه و حیدر علی شاه و قنبر علی شاه و ببر علی شاه و ملنگ علی شاه و مجذوب علی شاه و فنا علی شاه و صفا علی شاه و رحمت علی شاه و همت علی شاه و هیبت علی شاه، ازمونی حبوطی حضرتی آدم، همشون صاحبی کشف کرامات بودن. اون نعلیناشون جلو پاشون جفت می شده است و پادشاه هم بودنشون. زونم برای شما بگید به شما حکم میکنم همین الانی در گیواتون رو ور بکشید، برین این جزیره هرمز رو بگیرین، دمار از روزگار این پرتغالی های حروم لقمه در بیاریندشون. این فلون شده ها روشون که از سنگ پای قزوین سفتر است، انگار که سماق پالون است. حالا دیگه خوب است مگما میباز سر این مردی که دنبریده که میگن اسمش واسکو داماگاست ببریند و برا اعلی حضرت ما بیاریندش. و سلوم نوم تمو. فوراً لشکر جرار خونخوار داوطلبی مرکب از دراویش، نقشبندیه و نعمت اللهی و صفی علی شاهیه و خاکساریه و اسماعیلیه و علی اللهیه و زنادقه و ملامتیه و بکتاشیه و مولویه و نوربخشیه و اشرافیه و نعمتیه و حیدریه و شاه حسینیه و قمزنیه و زنجیرزنیه و داشمشتیه و قوچبازیه و کرکبازیه و مارگیریه و جنگیریه و دعانویسه و گلمولاییه مجهز به تسبیح و تبرزین و کشکول و بوق و منتشا و چماق و گرز و عود و تخماق و واحد یموت و دوغ و حدت و بنگ، ملبس به مرادبگی و علیجه و آرخالق و خرقه و شولا و مرقه و چلتیکه و یاپونچی و کپنک و پلنگیه و پشمینه و پستک به سرکردگی شاغلی شاه و امام قلی شاه و علی قلی شاه و پولاد شاه و عبدالصمد شاه سینه سپر کردند و کوس رحیل بستند. اما سیبیل علی شاه از بس که حکیم و سیاستمدار بود، هرمز و هرمزان را که سردسته ستون پنجمش بود با وجود کبر سن برای خرابکاری پشت جبهه به لباس مبدل قبلا به جزیره هرمز فرستاد. نام برده هم به محض ورود خود را به میکده پرتغالی ها زد و با اینکه مرض قند داشت بیدرنگ 2 لیوان از بشکه آبجو آلمانی دختر نشان اعلا که در آنجا بود سر کشید و بعد یک راست رفت روی انبار باروت پرتغالی ها. اگرچه روی دیوارش به خط سلس جلی نوشته بودند بر پدر و مادرش لعنت هر که اینجا بشاشد، به مثانه خود استراحت داد. این شد که وقتی جند جرار به بندر گنبرون رسید فارغ البال مصاف داد. دراویش آروغ زدند و یا حق دوست کشیدند و بساط فقر را چیدند و فوراً مشغول وجد و سماع و خواوندگاری و نمایشات محیر العقول شدند.
دسته ای معرکه گرفتند و علی موجوده ها می‌خواندند. بیت: ما صاحب منتشا و بوقیم، جرثومه اشنع فسوقیم. گروهی مشغول ذکر و پایکوبی و دستفشانی شدند و آنقدر دور خودشان چرخیدند که دهنشون کف کرد و بیهوش و بیگوش افتادند. گروهی روی آهن تفته گردش می‌کردند. عده‌ای از آنها خرده شیشه و آتش می‌خوردند و شکر خدای بی همتا را به جا می‌آوردند. آسمان از دود و دم بنگ و چرس و شیره و نگاری و روح العجنه پوشیده شد. پهلوانان مشغول زورآزمایی گردیدند و نوچه های خودشان را به قد سرشان بلند می کردند و مثل توپ به زمین می کوبیدند. دسته‌ای چوگان بازی و گوی بازی می کردند. دعانویس‌ها هی آیت الکرسی می خواندند و به اطراف و جوانب می دمیدند. خلاصه چه درد سرتان بدهم؟ قوچبازان و مارگیران و شاه حسینی ها و سینه زن ها و زنجیر سنا و روزخان ها هم هر کدوم مشغول هنرنمایی شدند. از مشاهده این احوال پرتغالی های بیچاره را میگویی دست و پای خود را گم کردند. قشون پرتغال با لوچه آویزان به پابوسی قطب اعظم آمد و سرسپرد و سردارشان گفت: یا حق، ما هرچه با نفس اماره جنگیدیم نشد و نتوانستیم ایرانی را به اصول عقاید خودمان ارشاد کنیم. بالاخره زیر تأثیرش واقع شدیم. به ما احلیل زد و ما را تحلیل برد و پدرمان را در آورد. غیر تسلیم و رضا کو چاره‌ای؟ البغرق سوم که شاهد این ماجرا بود سر به نیزه غریبی زد و از آنجا که مردی شقی و سیاه دل بود به اضافه 7 کارمند ویژه با تمام اهل بیت اطهار و عورت پرتغالیا تسلیم نشدند، زیرا علاقه به قانون داشتند و از آن دل نمی‌کندند. خود البغرق سینه سپر کرده بود و برای اینکه نشون بدهد پرتغالی ها به غیر از پرتغال چیزهای دیگری هم میخورند، در حالی که شلغم خامی را گاز میزد این مصرع را تلاوت مینمود: شلغم پخته به ز نقره خام. زیرا دریا سالار البغرق سوم تصمیم گرفته بود که دنیا را کن فیکون بکند. دستور داد زنها را به ضرب واحد گمود از دور قانون دور بکند. باری همین که باروت نم کشیده را در لوله ریختند و کهنه تپاندند و لوله انداختند و سنبه زدند و برخلاف تمام مقررات بشردوستی و بیانیه صلح بیت اللحم فتیله را روشن کردند و البغرق از وحشت صدای انفجار دستا را زیر گوشش گذاشت. چشمتان روز بد نبیند. قانون به جلو رفت و عقب زد و اول کاری که کرد 7 کارمند ویژه خود را زیر گرفت. بعد صدای تلپی از دهنش در آمد و تعجب اینجا بود که در اثر ورد و افسون آیت الکرسی دور تا دور قانون کرسی روی هم چیده شده بود. گلوله به یکی از کرسی‌ها اصابت کرد و سپس نقش زمین شد. دراویش که دیدن نه اتفاقی افتاد و نه دنیا کن فیکون شد، جانی گرفتند و یا حق کشیدند و گفتند این همه آوازها از شه بود و جزیره هرمز را زیر قبضه تبرزین خود در آوردند. اما هرچه شاغلی شاه پرسان دنبال واسکو دو گامس گشت که سرش را ببرد و برای سیبیل علی شاه بفرستد، پیدایش نکرد. انگار که این شخص محترم نان شده بود و سگ او را خورده بود. بالاخره کاشف به عمل اومد که چند سال پیش سق سیاه سلطان محمد خربنده به او کارگر شده و در لیسبون به کیفر اعمال ناشایست خود رسیده است. شاغلی شاه هم نامردی نکرد، سواره دنبال دریا سالار البغرق سوم تا نافش را از عقب پی کرد و با کمند آن ملعون رو گرفت. اول خواست سرش رو با گرز گاوسار بکوبه، اما چون دل رحیم بود از این شکنجه او را در مقابل دادگاه دادگستری وجدانش معاف ساخت و گردنش رو مثل دسته گل با تبرزین برید و گونه های ارغوانی وی فوراً به زعفرانی گرایید. نامبرده هم رخت از دنیای درون برداشت و یک راست به دالان کاروانسرای عدم شتافت. شاغلی شاه هم که دید اینطور شده سرش رو توی روغن کرمانشاهی اعلی سرخ کرد.
حقیقتش این است که اول میخواست این عمل شنی رو در روغن محلاتی انجام بدهد، اما چون بادمجان دور قابچین ها در سخنرانی های پرورش افکار روغن کرمانشاهی رو ستوده بودند، بالاخره تصمیم گرفت از معامله با حاجی آقای امام شیر و شکری محلات چشم بپوشه و اجناس کرمانشاهی را که مسقط الرأس خودش بود به مصرف برسونه. اما اینکه بعضی از مورخین تردید کرده و گفتن در روغن نباتی آمریکایی بود، بهتان محض و برای لکه‌دار کردن افتخارات ملی و تاریخی ماست. بطلان این دعوی را از اینجا میتوان دریافت که در آن زمان هنوز به موجب قرارداد سگانه صیغه برادرخواندگی با آمریکا نخوانده بودیم تا دلشان برای کبد و کلیه برادران و دوست و همپیمان خود بسوزد و روغنهای این کشور را برای جلوگیری از پرهیزی برادران خود کش بروند و به جایش روغن پنبه‌دانه و برزک و گرچک و مزخرفات دیگر به خوردشان بدهد. باری چه درد سرتان بدهم؟ پس از اینکه سر یارو خوب سرخ شد، توی چاک دهانش یک مشت جعفری و دورش سیب زمینی سرخ کرده اسلامبولی گذاشت و با نامه‌ای که حاکی از جنگ خونین و مقاومت دلیرانه پرتغالی ها بود برای سیبیل علی شاه با چاپار مخصوص گسیل داشت.